سلام و درود فراوان خدمت تمامی دوستانی که در کانال ما هستن یا دوستانی که در کانال یوتیوب هستن. میدونن روند کانال چجوریه. بچه‌ای که داخل کانال تلگرام هستن، دوستانم که داخل کانال تلگرام نیستن، من پین میکنم آیدی تلگرام و آپدیت هامون ما اونجا قرار میدیم، سیگنال، ایردراپ یا هر چیز دیگه. توی البته یه نکته رو توضیح بدم، این که یکم فاصله افتاد بین پارت قبلی تا این پارت. یه سری مسائل پیش اومده و یه سری داستان ها که وقت نمیشد من براتون ویدیو بگیرم، معذرت میخوام. ولی دیگه پارت 8 هم میخوایم شروع بکنیم آموزشش رو. توی دور قبلی که بخوایم یه حالا دوره داشته باشیم ازش، کانال ها رو گفتیم داخل پارت قبلی، کامل توضیح دادیم قانونا قواعدش رو چجوری رسمش کنیم و حالا چجوری روش معامله کنیم، که اوناش گفتیم مهم نیست فعلا معامله کردم، ولی من باز توضیح میدم که آشناییت داشته باشید. امروز آموزشی که میخوایم بدیم آموزش خط رونده که باز زیاد تفاوتی با کانال نداره، فقط این باز یه سری اصول خودش رو داره، چیز آنچنانی هم نیست. تنها چیزی که داره دقتتون رو میخواد، که قبلا هم گفتم چیزی که میخواین رسم بکنید اگر داخل همون تایم فریم رسم کردین، توی همون تایم فریم هم شما در صورت اتفاقات و تاییدیایی که میخواین توی همون تایم فریم باید باشه. خب توی تایم فریم هفتگی ما بهتون گفته بودیم که یک سری حمایت و مقاومت مشخص کنید، بعد تایم فریم روزانه. بعد گفتیم حالا بیاین داخل تایم فریم 4 ساعته مثلا کانال هاتون رو پیدا کنید. حالا اگر تو روزانه بود باز موردی نداره، تو هفتگی هم موردی نداره، ولی این روزانه و هفتگی تایمایی که بلند مدت به شما نشون میده که چه اتفاقی قرار بیفته. ولی برای معاملات در روزتون که میخوای انجام بدید یا در هفتهتون، تایم فریم 4 ساعته بهترین تایم فریم میتونه باشه. 4 ساعته به پایین، بستگی داره چه شخصیتی شما برای معامله کردن دارید. خب مبحث خط روند رو داریم که کلا چجوری رسمش کنیم و چجوری روش معامله انجام میشه. قبلا شکست ها رو بهتون گفتم که چجوری مثلا یک شکست اتفاق میفته داخل حمایت ها مقاومت ها. حالا از همون شکست ها داخل خط روند استفاده میکنیم. ما 2 مدل خط روند داریم. من اول بیام اینجا بکشم با این ابزاری که اینجا هست، ترند لاین، میکشیمش. یا خط روند نزولی داریم یا خط روند صعودی داریم. اوکی، که با این ابزار هم باز میشه کشیدش. این ابزار به نظر من دقیق تر، من از خود این ابزار استفاده میکنم. حالا یا صعودی یا نزولی فرقی نداره به این صورت. خب داخل کانال ها ما به چی نیاز داشتیم؟ به سقف و کف هایی نیاز داشتیم که حداقل 4 تا برخورد اگر این کانال بود، این کانال ما بود، ما داخل کانال قانون ما این بود، گفتیم آقا حداقل 1 2 3 4 تا برخورد اتفاق افتاده باشه. اوکی، 4 تا برخورد اتفاق افتاده باشه کانال ما تکمیل. حالا من میام نمودار نگاه میکنم، اینم نمودار من الان به این صورته، اومده اینجا، بعد اومده مثلا اینجا، خب و اومده اینجا، اومده اینجا، اومده اینجا، اومده اینجا، اومده اینجا. اوکی، من هر جوری این رو حساب بکنم نمیتونم کانالی ازش ترسیم بکنم، چون 1 2 3 برخورد 4می ندارم. میام چیکار میکنم؟ میام حالا یا از ترند لاین استفاده میکنم و یک خط ممتد میکشم که این میشه خط روند صعودی ما، یا اینکه میام از این یکی ابزار استفاده میکنم و خط روندم رو میکشم. این ابزار چرا من استفاده میکنم؟ چون این خطش یکم دقیق تر
به نظر من میندازه خط رو و راحت تر، یعنی مطمئن تر میتونم روش کار بکنم. این میشه سعودیش. اگر نزولیش رو بخوام بگیرم، مثلا یه همچین حرکتی دارم، بعد میخوام کانال نمیتونم بکشم، میام دوباره همین حرکت رو روش انجام میدم ولی به صورت نزولی. خب بریم، این شماتیکش بود، حالا بریم روی نمودارم کامل من توضیحش رو بهتون میدم. اینا رو پاک کنم و بریم روی نمودار. الان تایم فریم 4 ساعته، ما اومدیم داخل تایم فریم روزانه و هفتگی حمایت ها و مقاومت ها رو پیدا کردیم، میایم داخل تایم فریم 4 ساعته دنبال خط روند یا حالا کانالامو میگردیم ببینیم اصلا اینجا همچین چیزی وجود داره یا نه. هر چی شیب اون خط روند کمتر باشه بهتره. مثلا این خط روند نمیگم جوابگو نیست. حالا یه نکته دیگه هم قبلش بگم، حتما این مگنتتون رو روشن کنید که قشنگ بچسبه به زیر شادو. اگر من اینو اینجوری کنم بذارمش اینجا، شیبش خیلی تند میشه. میبینید الان شکسته ولی تیپی به من نداده. برای همین میگیم همچین چیزی رو استفاده نکنید. شیبش هرچی کمتر باشه بهتره، شیب ملایم تر باشه بهتر. خب الان یه قانونی بود داخل ما کانالا، ما بهتون گفتیم بین کف ها یا سقف ها بستگی به روند نزولی داشت الان یا صعودیش. الان داخل اینجا میگیم اگر روند نزولیه بین کف هایی که میخوایم اینو رسم بکنیم بین 15 تا 55 کندل اختلاف بینشون باشه. اگر روند نزولیه بین سقف هاشون 15 تا 55 کندل. الان ما میخوایم داخل این قسمت، داخل 4 ساعته بیت کوین یه همچین چیزی رو رسم کنیم. الان یه خط روند کانال نمیتونیم ازش بگیریم ولی خط روند رو میتونیم ازش بگیریم. اوکی، یه تست بزنیم. نت منم قطع شد. خب الان من کانال مثلا نمیتونم توی برفرض اینجا کانال من نمیتونم حساب کنم براش. میام چیکار میکنم؟ میام خط روند میکشم. بعد میام چیکار میکنم؟ میام ما بین کف هامو با این ابزار سایز میکنم ببینم چند تا کندل ما بینشونه. میام تا اینجا که چسبوندم 31 کندل الان ما بین اینا هست. پس این خط روند من یک خط روند معتبره. حالا این خط روند چه فایده‌ای برای ما داره؟ اصلا برای چی میکشیمش؟ بذاریم من کانال بکشم، کانال در میاد از این یا نه؟ اگر ما اینا رو با هم بچسبونیم کانال در اومده ازش، ولی خب کانال زیاد جالبی نیست چون میبینید شکستش اصلا فیک بوده. خب ما رو خط روندش الان این که خط روند من معتبره و به چه درد من میخوره. وقتی خط روند من کشیده بشه تا وقتی که نمودار بالای این خط روند داره حرکت میکنه من منتظر میمونم تا این نمودار برسه به این خط روند. وقتی رسید به این خط روند در صورت تاییدیه هایی که حالا قبلا بهتون گفتم، آقا مثلا رسید به اینجا الگوی پینبار شکل گرفت، تاییدیه داد، من وارد معامله لانگ میشم با حد ضرر پشت این خط. اگر شکست اتفاق افتاد که باز قبلا بهتون گفتم نسبت به تاییدیه های کندلی وارد معامله شورت میشم و حد ضررم رو مشخص میکنم. این تا اینجا. حالا بذاری ببینم من براتون میتونم یه دونه از گذشته پیدا بکنم که اتفاق افتاده باشه. قشنگ متوجهش بشه. اینجا شاید بشه ولی یه مقدار شیبش تنده. خب ببین الان من این دوتا نقطه رو یه خط روند نزولی براش کشیدم، یکم شیبش تنده ولی میام ما بین اینا سایز میکنم
ببینم چند تا کندله، 13 تا کندله، نزدیک به تاییدیه اول ما هست. حالا آیا وقتی که نمودار اومده زیر دوباره برخورد کرده شکست ما تایید داشته؟ نه، تایید نداشته. پس ما تا تایید نداشته وارد معامله لانگ نمیشیم. ولی داخل ریزش اومده دوباره پایین خط تثبیت داده، آقا دوباره هم تثبیت داده، خوبه. وارد معامله شورت شدیم داخل این کندل، حد ضرر رو گذاشتیم پشت، اینجا دیگه من مگنتو خاموش کنم، حد ضرر رو گذاشتیم پشت این کندل بالاترین شادو و حالا نسبت به گذشته حد سودمون رو مثلا گذاشتیم این قسمت که میبینید نمودار خیلی قشنگ اومده، یه معامله ریسک و ریوارد 2.47 ضریب جذابیت خوبی داشته، مقدار ضرر 5، مقدار سود 13.5، بازم مقدار سود ضرر و هم میچربه و میبینید فول تی پی هم اتفاق افتاده. و بعد از اون همین خط روند وقتی که رسیده بهش و شکست درستی داخل این قسمت اتفاق افتاده، میبینید این شکست تایید شده است دیگه، داخل شکست های ما بوده، این شکست اتفاق افتاده، ما وارد معامله لانگ میشیم. توی این قسمت حد ضرر میاد پشت این قسمت و حد سود حالا میتونیم بذاریم این بالا، که اگر هم بریم جلو این حد سود کامله. تیپی یکمون که میشه همینجا تو این محدوده بوده که زده، تیپی دو هم اگر براش مشخص کنیم به اینجا دیگه بعد برگشته حد ضرر رو زد. تیپی یکی که داشتیم و ما گرفتیم و از معامله حالا خارج یا حداقل ریسک فری کرد. این داخل مدیریت سرمایه این قسمتش رو شما تیپی یک، من داخل کانال بچه‌هام گفتم تیپی یک رو که میزنید شما حد ضررتون میاد سر نقطه ورود، تموم شده رو. این حالا یه نکته است، نکته ها بقیه رو داخل مدیریت سرمایه میگم، ولی کلا خط روند به این صورت. حالا بر فرض مثال یک حرکت فیک بریک اوت اتفاق افتاد. فیک بریک اوت چیه؟ مثلا میاد یه شادو میزنه، میخواد رد کنه، گول بزنه، دوباره برگرده، مثل این قسمت. من میام چیکار میکنم؟ میام این خط روندم آپدیت میکنم، میذارم رو این مثلا. اوکی، اینجا اولین فیک بریک اوت من اینجا بوده. ببینید یه دور دیگه من اینو برگردونم به عقب. خب ببینید اولین حرکت فیک بریک اوت ما روی این خط روند توی این قسمت اومده بالا، تایید شکست نداده ولی یه نمونه رد کرده. پس من خط روندم رو آپدیت میکنم، میارمش روی این نقطه. اوکی، میارمش روی این نقطه‌ای که فیک بریک اوت اتفاق افتاده، آپدیت کردم خط روندمو، تو حرکت بعدی شادو شده، تاییدیه داده و ریزش. بریم ببینیم سعودی براتون پیدا میکنم یا نه. این سعودی جواب داده اینجا. نه متاسفانه خیلی فاصله داره برخورد بعدیش با این خط رو. حالا میشه ازش باز استفاده کرد. بر فرض مثال من این خط روندی کشیدم اینجوری، نمودار رفته اصلا هفته های بعد بهش رسیده. این هفته های بعد که بهش رسیده یه دونه باز حرکت رو بالا زده، چند درصدی سود رو داده، یه سود کوچیک میشده ازش گرفت، یه سود 2-3 درصدی میشده ازش گرفت. ولی باز اگر من این خط روند رو نداشتم، شکست اینجا رو اگر میگرفتم میتونستم باز ریزش این قسمت رو داشته باشم. شکست نوع 1 فکر کنم تو شکست ها بهتون گفتم. پس این کلیت خط رونده، چیز خاصی نداره، فقط حواستو به اون 15 تا 55 کندل باشه برای اعتبار اصلیش. یه نکته دیگه هم هست، ببینم اگر اینجا هست همینجا براتون توضیح بدم. خب
ما یه قاعده داریم بهش میگیم قاعده باد بزن. مثلا من خط روندم مثل الان کشیدم، ولی نمودار حرکت های دیگه ای داره میزنه، داره همینجور برای خودش میره بالا. شاید حتی من بتونم از طریق این حرکت ها یه خط روند دیگه هم بکشم. چیکار میکنم؟ میام یک خط روند جدیدتر از نقطه دومی که کشیدم به حرکت بعدی میزنم. به این قاعده میگن قاعده باد بزن. چیکار میکنم؟ میمونم تا شکست این قاعده اتفاق میفته. وقتی این قاعده شکستش اتفاق افتاد، به اندازه ارزش تا خط روند پایینی من معامله رو میتونم سود بگیرم ازش. اگه دقت کنید اینجا بعد از شکست این باد بزن این خط روند بالایه تا خط روند پایینی حداقل 8% به من سود داده. پس ما 2 تا مبحث داشتیم امروز، یکیش خط روند بود، یکیش قاعده باد بزن بود که جفتشون هم عین همن، فقط تفاوتش اینه که اگر خط روندم رو من کشیدم و قیمت بالاتر یا حالا پایینتر اون خط روند، بستگی به نزولی و صعودی بودن این خط روند داره، حرکت هایی داره انجام میده، ریز موج هایی داره انجام میده، من میتونم اگر اجازه دارم و درسته اون خط روند رو رسم کنم و یک قاعده باد بزن برای خودم شکل بدم و ما بین اینا باز معاملاتی انجام بدم. این تا اینجای قضیه. کلا میگم چیز خاصی نداره خط روند که من بخوام خیلی روش مانور بدم یا توضیح بدم. فقط میگم یکم دقت بکنید رو کشیدن خط روند ها، روی کشیدن کانال ها، روی شکست ها، روی قانون ها، قواعد ها، روی اینا دقت بکنید، میشه گرفت یه چیزایی از این بازار. و دلیل بر این نیست که حالا من چون این کارا رو دارم انجام میدم آیه از آسمون اومده که حتما یه اتفاق باید بیفته. این کلا این تحلیل حالا کانال، نمیدونم خط روند، نمیدونم شکست ها، حالا هر چیز دیگه، اینا یه درصدی به من کمک میکنه داخل معامله که من بتونم مطمئن‌تر یا مثلا با دید بیشتر معامله رو باز کنم. مثل اینجا آمده اینجا تاییدیه داده به من، ولی حالا این فاصلهش بکنم زیاد شد، تاییدیه داده ولی آقا نرفته تو سود، بجاش اومده این بالا دوباره اینجا شکست اتفاق افتاده که حالا این دیگه کلا اصلا از بین میره قاعدش. خط روند یه جاش اشتباه بود، میشه این خط روند مثلا براش گرفت، یه سودی ازش گرفت. اصلا اینو داشتیم اینجا شکست اتفاق افتاد، این سودو گرفتیم از بازه، یه سود حالا 4-5% اثبات. در کل میگم قوانین خط روند اینه، اینا هم همشون با تمرین میشه چیز کرد، میشه یادشون گرفت، میشه سرشون تمرکز کرد و راه افتاد توشون. در غیر این صورت هیچ اتفاق خاصی نمیافته. این ویدیو رو من بیشتر از این طولانی نکنم چون خط روند چیز خاصی نداره که بخوام بیشتر از این توضیح بدم. همینجا ویدیو رو تمام میکنم. سعی میکنم ویدیوهای بعدی زودتر بذارم تا این بحث آموزشی تمام بشه. تا درودی دیگر، بدرود.